جرم گوشتو بدون ساکشن، بدون اینکه از گوش پاک کن استفاده کنی، با خیال راحت تخلیه کن بدون که آسیب به پرده گوشت بزنی. سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما سعی کردیم راهکارهایی رو بهتون بگیم برای تخلیه جرم گوش و حتی برای درد گوش که خیلی طاقت فرساست. راهکارهای طبیعی هستن و به پرده گوشتون آسیب نمیزنه و باعث میشه خیلی راحت بتونین گوشتون رو تمیز کنین. حتی تو این ویدیو رنگ جرم گوش هم بهتون گفتم وقتی عفونی میشه و درمان ساده شو. خیلی ها هستن که فقط و فقط گوش پاک کنه میشناسن. من واقعا بعضی وقتا میمونم چرا همچین چیزی تو داروخونه ها هست. این اصلا عقلانی نیست و بیشتر به نظر میاد که یک تجارت و مافیایی در کار باشه. این دیگه کاملا مشخصه که وقتی که شما با گوش پاک کن داری جرما رو میخوای بیای اصلا نمیشه. اصلا فضایی نیست که شما بیای و بعد دوباره بخوای از این طرف خارجش کنی. وقتی که شما گوش پاک کنی میری داخل، کاملا جرما رو به داخل هول میدین و این اصلا امکان تخلیهش وجود نداره. فقط با این کار فشار خیلی زیادی به پرده گوش میاریم و ممکنه که پرده گوش پاره بشه. یادم نره که تجربه همکارمو بهتون بگم که چقدر ایشون اذیت شدن و منجر به پاره شدن پرده گوششون شد. کلا جرم به خاطر این تولید میشه که باکتری ها، ویروس و اجسام به این راحتی به پرده گوش آسیب نزنن، چون وقتی که این اتفاق میفته به مرور زمان روی شنوایی اثر میذاره و شنواییمون رو کم میکنه. اگه ما بخوایم که راهکار بهتون بگم خیلی هم ساده باشه و هیچ مشکلی هم براتون نداشته باشه، یکی از اون بهترین راهکارها استفاده از روغن هست. اما چه روغنی؟ خیلی مهمه. هر روغنی رو نمیتونیم ما داخل گوشمون بریزیم، اما روغن بادوم تلخ قوی ترینشه. شما میتونید چند قطره تو گوشی که درگیر هست بریزید و حدود 2 ساعت قبل از حمام بهترین حالته. شما تو گوشتون چند تا قطره روغن میریزین و بعد میرین حمام. گرمای حمام باعث میشه اون جرم‌ها راحت تر بیرون بیان، چون این روغن اون جرم‌ها رو تو خودش حل میکنه و وقتی که شما میرید حمام گرم که میشه، برعکس گوشتون میکنید و سعی میکنید با یه تیکه پنبه که دم گوشتون گذاشتین یا با لبه حولتون گوشتون رو آروم تکونش میدین. این باعث میشه خیلی راحت این جرم‌ها خارج بشه. حالا اگه ممکنه که روغن بادوم تلخ در اختیار نداشته باشید، از روغن بادوم شیرین یا نارگیل یا زیتون استفاده کنید. تجربه‌ای که ما داشتیم وقتی روغن‌ها رو یه خورده از لحاظ دمایی گرم میکنید، اثرش خیلی بهتره. مثلا میذارین روی بخار کتری یا بخار سماورتون و بعد داخل قطره چکون میکنید و میریزید، این اثر قوی تری داره و سریعتر ذوب میکنه. و وقتی که ما غذا میخوریم، غذا رو میجویم، خود همین کمک میکنه تا این جرما خیلی راحت تخلیه بشه و نیازی نیست ما با سویچ ماشین، چوب کبریت، موچین، با ته سنجاق این کارا رو بکنیم و وضعیت خودمون خطرناک کنیم. خواستم از تجربه همکارم براتون بگم. همکارمون حس میکردن که شنواییشون کم شده. مراجعه میکنن به متخصص گوش. ایشون که معاینه میکنه میگن آره جرم هست تو گوشتون و باید تخلیه بشه و کار غیر حرفه‌ای که انجام دادن بدون اینکه بگن برو شما چند روزی روغن بچکون تو گوشه تا این جرم از پرده گوش کنده بشه، ذوب بشه، بعد ساکشن بندازیم. همونجا ساکشن میندازن و ایشون از درد زیاد فقط جیغ میکشن و بعد دیگه کار از کار میگذره و پرده گوششون آسیب میبینه و دچار پارگی میشه. چندین هفته دردهای شدید طاقت فرسا رو تحمل میکنن تا پرده گوششون آروم آروم خودش رو بتونه بازسازی کنه و الان یه خورده حالشون بهتر شده. این تجربه نشون میده چون ایشون متخصص هستن نمیشه اعتماد کرد. بعضی وقتا موارد شدیده دیگه چاره نیست، با ساکشن بندازی، اما قبلش حتما از روغن‌هایی که گفته شد استفاده کنید. کیسه آب گرم بذارید و بعد خوب که نرم شد برید ساکشن بندازید و مشکلتون رو حل کنید. نکته‌ای که باید حتما بگم، الان جوان‌ترها طوری شده که دائما با هدفون و هندزفری هممون استفاده میکنیم، ولی این به افراط میرسه و ساعت‌های زیادی تو گوششون هست و این وقتی که با صدای خیلی بلند داره پخش میشه شنوایی رو کم میکنه و واقعا این حیفه. تعادل رو رعایت کنیم و این راهکارهایی که بهتون میگم باعث تقویت شنوایی گوش هم میشه.
اگه به هر دلیلی گوشتون عفونت کرده و رنگ جرم گوش هم نشون دهنده عفونت هست، معمولا وقتی که رنگ جرم گوش سبزه یعنی که دیگه این عفونی شدیده. شما میتونید از این شربتی که میگم استفاده کنید. ممکنه گاهی وقتا حتی بچه‌ها هم درگیر عفونت بودید، این شربت رو میتونید بدید. 1 لیوان آب، 1 قاشق عسل و 1 نصف لیمو ترش تازه و 1 حب سیر رو تیکه تیکه کنید، داخلش بریزید و هر 8 ساعت ازش میل کنید. برای بچه‌ها نصف لیوان کافی هست با نصف سیر. مطالبی که بهتون میگیم کپی نیستن، نتیجه تحقیقات و تجربیات ما هستن دوستان. با شیر کردن این ویدیو با کامنت انگلیسی و لایکتون باعث بشید افراد بیشتری بینش پیدا کنن و از خیلی از خطرات در امان باشن. مراقب سلامتیتون باشید.